خوش اومدید به جلسه پنجم آموزش ادیت. قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنیم بگم اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب یادتون نره و نظری و سوالی هم داشتید تو کامنت ها بنویسید و اینستاگرام هم میذارم اگه دوست داشتید برید فالو کنید دیگه. بریم سراغ جلسه پنجم. این الان ویدیو ما جلسه قبل چی یاد گرفتیم؟ ما جلسه قبل یه سری از افکت‌های صدا رو یاد گرفتیم مثل ریور، پیچ شیفتر یا فلنگر یا پریست‌های دیگه‌ای که تو ورک اسپیس آدیو بود. این جلسه قراره یه سری از پریست‌های ویدیو رو یاد بگیریم. فرض می‌کنیم شما یه همچین PNG دانلود کردید. خب این PNG رو دانلود کردید که یه 4 تا ضرب داره. ما اینو می‌خوایم. چیکار می‌کنید؟ سرچ می‌کنید کراپ رو میندازید روی لایت. ما همونطوری که روی موشن میتونستیم کلیک کنیم جای عکسمون رو عوض کنیم یا ویدیومون رو عوض کنیم، میتونیم رو کراپ هم روش کلیک کنیم. اینجوری میتونیم تصویرمون رو برش بدیم، چه ویدیو باشه چه عکس باشه میتونیم اینجوری برشش بدیم، کراپش کنیم. و یا میتونیم اینجوری با لفت و تاپ و رایت و باتم درصد بدیم بهش، میگیم آقا 50% از لفت، چه میدونم 10%، 12% از رایت. اینجوری میتونید برش بدید. ولی خب میتونید بزنید رو کراپ، این خیلی راحت تره. اینجوری ببرید تصویرتون رو و الان این تصویر ما داریم. کاربرد بعدی کراپ کجاست؟ الان این فیلم اوپنهایمره. خود فیلم حالت دیفالت این شکلیه، میبینید از بالا و پایین کات داره. خب از بالا و پایین کات شده که یه صحنه سینماتیک توری بده. شما جای حساس ویدیوتون میتونید بالا پایین رو یه خورده کات کنید، صحنه سینماتیک تور بشه، یه حالت حساس بودنی به ویدیوتون بده. کاربرد بعدیش کجاست؟ ممکنه شما از یه نفر یه ویدیو بگیرید همچین شکلی باشه، میبینید این دو تا 19 20 80 کنار همه، یعنی انگار دو تا صفحه کنار همه. میبینید قاب ما که 19 20 80 این طولش 2 برابر اونه، طولش 2 برابر 19 20. تو این حالت شما چیکار میکنید؟ اگه یه همچین ویدیویی گرفتید، اولین حالت اینه که همین کراپ رو بندازید، روش کلیک کنید. حالا من یه خورده صفحه رو میبرم بالاتر که ببینم. از اینجا کراپ میکنید، میتونید اینجوری ویدیوتون رو برش بدید، این بشه ویدیوتون. ولی خب این کار منطقی نیست. چرا؟ شما میتونید الان از این لایه ما 2 تا کپی گرفتیم، درسته؟ یکیشو میایم میذاریم محور ایکسش رو، پوزیشن سمت چپش میذاریم رو 0، اینو خاموش میکنیم. یکیشو میذاریم رو 19 20. الان ما 2 تا لایه مجزا داریم که دقیقاً نصف، یعنی نصفش اونوره نصفش اینوره. ما اگه بخوایم اینو زوم کنیم، الان فرض کنید این ویدیو ما که اگه زوم کنید ببینید چی میشه، کجا زوم میشه. این قسمت زوم میشه. چرا به این قسمت زوم میشه؟ اگه من موشن رو بزنم میبینید انکر پوینت اینجاست. چرا؟ چون اون وسط ویدیوی من اینجاست. این 2 تا 19 20 80 و وسطش میشه اینجا. واسه اینکه این درست بشه بهترین کار اینه که نصفش بکنید، روی لایه‌تون کلیک کنید، راست کلیک کنید، نصف رو بزنید، ویدیوتون نصف بشه که به این قاب بشه، یعنی بقیه ویدیو دیگه نیست. سمت چپ ویدیو که صفحه اسکرین بود دیگه نیست. انکر پوینتتون میفته این وسط و میتونید زوم کنید درست زوم بشه. یا اینکه دستی خودتون کراپ کنید، کراپو بندازید رو ویدیوتون، اینو بزنید یه خورده بذارید رو 10% یا 25%، یه خورده از ویوی بالاتر میبینید که الان قاب من اینه، بغلش هم بتونم ببینم. میتونید اینجوری بیارید درستش کنید. ولی خب میگم نصف کردن بهترین کاریه که میتونید انجام بدید دیگه. نصفش بکنید، خود این قاب انتخاب میشه. ما این کارو کردیم، هم تصویرمون رو جدا کردیم، اینو گذاشتیم رو، البته الان نصف شده. قبل اینکه نصف بشه ببینید اینو گذاشتیم رو 0، این پایینیش هم گذاشتیم رو 19 20. یکیش اومد اینور، یکیش رفت اونور. اوکی، حالا این دوتا رو هم نصف میکنیم. حالا ما چی داریم؟ یه صفحه گیم رو داریم، یه دونه هم وبکم داریم. اما نمیایید وبکمو این شکلی بذارید توی ویدیوتون. میبینید خیلی اصلا مقیاس درستی نیست. شما یه همچین وبکمی رو بذارید روی ویدیوتون. میایید چیکار میکنید؟ روی وبکمتون که قراره بالای تصویر قرار بگیره یه کراپ میندازی، بغلاشو تا حدی کراپ میکنی که به سوژمون برسه دیگه، چیزای اضافه دور و برش رو نمیخوایم. بعد از اینکه کراپ کردی میای روی موشن، اینو میاری میذاری اینجا. حالا یه خورده خیلی کوچیک شد، یه خورده بزرگترش میکنیم. میتونید اینجوری وبکمتون رو بذارید روی ویدیوتون. حالا یه نکته هم بگم این وسط، شما الان اینو کراپ کردین دیگه، این سمت چپ و راست که یه خورده چیزای اضافه داشت کراپ کردیم. اگه کراپو بزنید میبینید همچین 4 گوشه‌ای واسه ما هست. اگه انتخاب کنید چپ و راست کنید میبینید همچین حالتی میشه. حالا ما استفاده‌های کراپو یاد گرفتیم. الان این دو تاشم با هم دیگه نصف کنم، این دو تا ویدیو رو من نصفش کنم، نصف میکنم که یکی بشه. ما الان این صحنه رو داریم، گفتم بهتون صحنه حساس میشه، میخوایم صحنه رو سینماتیک تور کنیم. کراپو میندازیم از بالا و پایین. تو فیلم اوپنهایمر گفتم ببینید خود فیلم از بالا و پایین دیفالت کات داره که صحنه سینماتیک تور باشه. هر فیلم سینمایی رو برید ببینید اینجوری از بالا و پایین کات داره. ما روی این صحنه میخوایم صحنه حساس شده یه خورده سینمایی توریش کنیم. از تاپ و باتم کی فریمش رو روشن میکنیم، چند فریم میایم جلوتر، هر کدومو فرض کنید 15% زیاد میکنیم، 15 30 10%.
10% زیاد میکنیم، از اینم از این. حالا میتونیم کی فریمشون رو هم خوشگل‌تر کنیم. دو تاشو انتخاب کنیم، یه ایزی این بهشون بدیم، یه ایزی اوت هم بدیم. حالا ببینید پلی کنم، ببینید صحنه انگار حساس شد. ببینید حالا میتونید خوشگل‌تر هم کنید کی فریمش رو، یا میتونید این کارو کنید که کی فریمش بهتر بشه. صحنه انگار حساس شد، یه لحظه باشه احساس میکنه که انگار صحنه حساس شده. میتونید این کارو با کراپ بکنید، کی فریم بدید، بالا پایین رو بیارید پایین، یه خورده صحنه انگار داره حساس میشه. حالا میرسیم افکت بعدی، افکت لومتری کالره. لومتری کالر واسه چی استفاده میشه؟ معمولا واسه اصلاح رنگ استفاده میشه که رنگ و لعاب ویدیوتون رو یه خورده عوض کنه. ولی خب من به شخص از لومتری کالر استفاده نمیکنم که رنگ ویدیو ما عوض کنم. بهتون میگم چجوری اصلاح رنگ کنید ویدیوتون رو. شما لومتری کالر رو انداختید، میبینید چند تا گزینه داره. اگه با فتوشاپ کار کرده باشید این گزینه‌ها واسهتون آشناست. تمپرچر و تینت و سچوریشن و اکسپوژر و این هایلایت، شادو، وایت، بلک، اینا خیلی واسهتون آشناست. با زیاد و کم کردن هر کدوم میتونید ببینید چی میشه. چیزی که من خودم استفاده میکنم توی خود لومتری کالر یه دونه سچوریشنشه که میارید میذارید رو صفر سیاه سفید میشه. با حالت عادی غلظت رنگتونه رو 100 حالت معمولی بذارید 300 3 برابر زیاد میشه، انگار رنگا به چشم میذاره. اگه صفر هم بذارید غلظت رنگتون صفر باشه، صفحه سیاه سفید میشه. حالا بیاید گزینه‌های پایین، خیلی چیزای بیشتری هم داره، میتونید باش اصلاح رنگ انجام بدید. خب ولی طوری نیست که من بشینم با اینا پارامتراشو بالا پایین کنم، عوض کنم که ویدیوم رنگش اصلاح بشه یا قشنگ‌تر بشه. میگم چجوری اصلاح رنگ کنید. تنها چیزی که توی لومتری کالر استفاده می‌کنیم چیه؟ اگه اول ویدیوهای منو ببینید، اگه دقت کنید، وایسید بیارم. خب خیلی خوب. اگه دقت کنید ببینید اول ویدیو نور زیاد میشه. می‌بینید اینجا نور زیاد میشه، یهو نور کم میشه. نور زیاد شد، کم شد واسه شروع ویدیو. شما میتونید لومتری کالر رو بندازید رو لایتون، اکسپوژر کی فریم بدید، چند فریم بیاید جلوتر، اکسپوژرش رو بذارید روی 3، یه چند فریم دوباره برید جلوتر بذارید رو 0. یهو نورش زیاد میشه، دوباره نورش کم میشه. ببینید میتونید توی اول ویدیوهاتون ازش استفاده کنید، یا اول ویدیوهاتون یه جایی که پلیر یه چیزی رو پیدا میکنه میتونید یهو نور بدید، یه چیز کلیدی گفته میشه، میتونید اینجوری یه لحظه نور بدید که انگار یه چی پیدا شد یا یه چی فهمیده شد، میدونید، یا یه چی شروع شد. میتونید تو اون صحنه ها به ویدیوتون اکسپوژر بدید. کار دیگه ای که ما با لومتری کالر داریم همش سچوریشنشه که بیاریم بذاریم رو 0 صفحه‌مون سیاه سفید بشه. یه بار میایید لومتری کالر رو میندازید، خب سچوریشنش رو میذارید رو 0. الان ویدیو ما سیاه سفید شد دیگه. ببینید من الان پریستشو دارم، پریست لومتری کالره که اومدم سچوریشنش رو 0 کردم، به عنوان یه پریست دیگه سیوش کردم که اوکی من هر موقع این پریست رو انداختم همون لومتری کالری باشه که سچوریشنش 0. الان شما میایید لومتری کالر میندازید رو ویدیوتون، سچوریشنش رو که گذاشتید رو 0 روش راست کلیک میکنید، سیو پریست رو میزنید، یه اسم بهش میدید، هر اسمی که میخواید، بعد اوکی رو میزنید، میره تو بخش پریستتون سیو میشه. حالا این گزینه‌ها چیه؟ این گزینه‌ها تو پریستایی که کی فریم دارن فرق میکنه. یعنی پریست ما که لومتری کالر دیگه فقط صفحه رو سیاه سفید میکنه، کی فریم که نداره، رو این فرقی نمیکنه رو کدوم گزینه بذارید. تو پریستای جلوتر بهتون میگم چه فرقی میکنه، رو اسکیل سیو کنید یا انکر تو این پوینت سیو کنید. حالا میرسیم به افکت بعدی، بریم اونور. این الان ویدیوی ماست. خب این وبکممونه، این صفحه بازی یا اسکرینمونه. این الان وبکم ماست، درسته؟ اگه دقت کنید چشاش به کدوم سمته؟ چشاش به این سمته، به داخل تصویر، به مرکز قاب ویدیو ما. ولی من اگه اینو بیارم بذارم اینجا، ببینید چشاش به کدوم سمته؟ چشاش به این سمته. چیز جالبی نمیشه. ببینید چشاش به این سمت. شما باید طوری بذارید اینو که چشاش به داخل تصویر باشه. حالا ممکنه منی که اوکی من باید اینو بذارم بالا سمت راست که چشاش به داخل ویدیو باشه. شاید توی صفحه‌ام بالا سمت راست یه آیتمی باشه که خب نخوام بذارم رو اون، وبکم اگه بذارم رو اون دیده نمیشه، مجبورم بذارم این بالا سمت چپ. خب وقتی هم میذارید بالا سمت چپ، چشاش به بیرون ویدیو نگاه میکنه، به داخل ویدیو نگاه نمیکنه. میایید سرچ میکنید چی؟ فیلیپ، هورایزونتال فیلیپ رو که بندازید روی لایتون میبینید این الان قری نمیشه، زاویه دید چشماش به داخل قاب ماه. ورتیکال فیلیپ هم بالا و پایینش رو برعکس میکنه، عمودی برعکسش میکنه، اینم افقی برعکسش میکنه. هورایزونتال افقی برعکسش میکنه، ورتیکال عمودی برعکسش میکنه. یکی از کارهای دیگه اینه که با هورایزونتال فیلیپ میتونید انجام بدید توی کارتونای دو بعدی. این الان یک کارتون دو بعدیه، اوکی.
شما یه کارتون دو بعدی دارید. این پپر رو آوردیم ما انداختیم داخل ویدیو. یه کارتون دو بعدی داریم. تو کارتونای دو بعدی آبجکت ما اینجوری میاد یا به سمت چپ و راست میره یا به سمت بالا و پایین میره. الان ما کی فریمش رو روشن می‌کنیم، می‌بریم جلو، تکونش میدیم، می‌بریم جلو، تکونش میدیم، جاش عوض می‌کنیم. الان آبجکت ما از سمت چپ به سمت راست حرکت کرد. خب فیس کاراکتر ما به سمت راست بود. الان به سمت راست هم داشت حرکت می‌کرد. الان همه چی اوکیه. ولی وقتی بخواد به سمت چپ حرکت کنه، باز قیافش به سمت راسته. الان پلی کنم ببینید این الان میاد میره اینجا. وقتی هم میخواد برگرده باز نگاهش به این سمته، باید بچرخه. میتونید اونجایی که داره برمیگرده الان از این کی فریم به بعد دیگه میاد به سمت چپ. میاید روی این کی فریم وای میسید، این قسمت رو کات میزنید، یه هورایزونتال فلیپ میندازید که از این قسمت به بعد روش بچرخه و اینجوری میاد میره اینجا. وقتی میخواد برگرده روش برمیگرده. کار بهتری که میتونید بکنید چیه؟ الان ما کاتشو برمیداریم، همون جوری که اومد همون جوری میره. میتونید از افکت بیسیک 3D استفاده کنید. الان ما بیسیک 3D رو انداختیم، سوولوش رو زیاد کنید، میبینید ویدیوی ما داره دقیقا همونطوری هورایزونتالی جهتش عوض میشه، ولی مقدارش دست خودمونه که چقدر عوضش کنیم. خب الان رو حالت صفره. اوکی، از این کی فریم به بعدم شروع میکنه به سمت چپ حرکت میکنه. ما روی این کی فریم یک کی فریم به سوولوش میدیم، یه چند فریم میریم جلوتر، اینو 180 درجه میچرخونیم که روش برگرده و الان میبینید خیلی قشنگتر میشه. این روش برمیگرده و به ادامه مسیرش میره. ولی توی هورایزونتال فلیپ یهویی برمیگشت. این الان میومد یهویی برمیگشت. ولی تو بیسیک 3D آروم روش خودش میچرخونه برمیگرده. این از این افکت‌ها. الان میرسیم به بحث اصلاح رنگ. شما الان میگید اوکی ما میتونستیم لومتریک کالر رو بندازیم رو ویدیو، پارامتراشو تغییر بدیم، مثلا اکسپوژرش رو زیاد کنیم، کانترستش رو کم کنیم، هایلایتش رو زیاد کنیم، شادوش رو کم کنیم یا وایتش رو زیاد کنیم، حالا ویدیومون یه اصلاح رنگی بشه. الان این خیلی بد شد، همینجوری رندوم همه چیشو کم و زیاد کرد. به جای این کار ساده ترین کاری که میتونید بکنید چیه؟ میایید توی بخش کالرز. وقتی اومدید تو ورک اسپیس کالر، اگه پریمیرتون نسخه قدیمی باشه این بالا اینجاست ورک اسپیساتون، میتونید اینجا ورک اسپیس کالر رو انتخاب کنید. اگه هم نبود میتونید از ویندوز ورک اسپیس کالر. وقتی اومدید ورک اسپیس کالر میبینید آلردی روی لومتریک کالر، روی کریتیو، روی لوک، اینجا خودش 1000 تا لوک داره که میتونید انتخاب کنید ویدیوتون اصلاح رنگ بشه. ولی ما باز از این روش واسه اصلاح رنگ ویدیومون استفاده نمی‌کنیم. اینا رو فقط میگم که بدونید از این قسمت هم میتونید استفاده کنید واسه اصلاح رنگ. حالا ممکنه ببینید اوکی آره این مثلا خوب شد، رنگش خوب شد، یه خورده نورش کمه، میای اینجا الان مثلا اکسپوژرش یه خورده میبری بالا که نورش زیاد بشه، یا کانترستش رو میاری پایین که الان خوب شه. ولی خب میگم باز ما این کارو نمی‌کنیم. شما میتونید پلاگین نصب کنید، پلاگین ماجیک بولت رو نصب بکنید. پلاگینی واسه اصلاح رنگ. از این قسمت هم میتونید از پریست های آماده استفاده کنید واسه اصلاح رنگتون. ولی بهترین کار اینه که پلاگین ماجیک بولت رو نصب کنید با اون اصلاح رنگ کنید. بعد بگید آقا من دوست ندارم پلاگین نصب بکنم، دوست نداشته باش. شما میایید الان توی کریتیو ما کلی پریست آماده رنگ داشتیم دیگه، درسته؟ که ویدیومون رو باهاش اصلاح رنگ کنید. میایید یوتیوب چی سرچ میکنید؟ پریمیر لات. البته فکر کنم درست نوشتم، لاتس. میتونید از کسایی که با لومتریک کالر اومدن پارامتراشو تغییر دادن، یه افکت اصلاح رنگی ساختن و انداختن رو ویدیوشون، میتونید برید اینا رو دانلود کنید. میبینید الان 50 تا فری سینماتیک لوت گذاشت. حالا فرض کنید این افکت‌ها رو دانلود کردید، چطوری به پریمیرتون اضافه کنید؟ میایید توی بخش پروگرام فایلز، ادوبی، من نسخه‌اش 2024 میایید روی پریمیرتون، اگه هر نسخه‌اش هر چند باشه اون رو می‌نویسه. پریمیر مثلا 2019 اگه داشته باشید. رو این کلیک می‌کنید، میایید توی بخش لومتری، می‌بینید توی پریمیر پروتون، توی بخش لومتری، توی بخش لاتس و کریتیو اون افکت‌ها رو اینجا پیست می‌کنید. افکتایی که دانلود کردید و اینجا میایید کنترل سی کنترل دی می‌زنید. الان ما واسه اصلاح رنگ چیکار می‌کنیم؟ میرید توی گوگل سرچ می‌کنید چی؟ ماجیک بولت لوک. سایت صاف 98 هم داره، میتونید از اینجا دانلود کنید. آموزش نصبش هم هست، میتونید از اینجا ببینید. کار راحتی، کار سختی نیست. دانلود میکنید 300 مگا 400 مگا، حجم زیادی هم نداره. دانلود میکنید، بعد از اینکه دانلود کردید اکسترکت کردید، آموزش نصبش کاری نداره، ولی اینو نصب میکنید. بعد از اینکه نصب شد این فعال سازش، اینم نصب میکنید و اینو نصب میکنید، خود پلاگین رو نصب میکنید. فقط حواستون باشه پریمیرتون بسته باشه موقع نصب و بعد از اینکه نصب کردید پریمیر رو دوباره لانچ کنید. بعد از اینکه پلاگین رو نصب کردید توی افکت سرچ میکنید لوکس و میایید پایین، میبینید این افکت واسهتون اضافه شده. اگه پلاگین رو نصب نکرده باشید این افکت واسهتون نیست. این افکت رو میندازیم روی ویدیو.
و میایید پایین میبینید این افکت اضافه شده. روی ادیت کلیک میکنید. بعد از اینکه روی ادیت کلیک کردید یه همچین پنجره‌ای واسهتون باز میشه. از اینجا میتونید روی به اضافه بزنید. پارامترهای مختلفی داره، میتونید خودتون اضافه کنید. ولی خب من میگم ما تنبلیم، ما این کارو نمیکنیم بشینیم خودمون افکت اصلاح رنگی درست کنیم بندازیم رو ویدیومون. این همه اینجا افکت آماده داره، ما میتونیم نگاه کنیم. دسته بندی شده هم هست، میتونیم ببینیم کدوم واسه ویدیوی ما خوبه، از اون استفاده کنیم. نیاز نیست ما بیایم دونه دونه خودمون پارامتر بندازیم، پارامترشو تغییر بدیم اصلاح رنگ بشه. ما میگردیم ببینیم کدوم افکت واسه ویدیوی ما خوبه. حالا این ویدیو ماه، من گشتم این افکت میتونه افکت خوبی واسه ویدیوی ما باشه. مشکلش میکنه بعد از اینکه رو افکتی که میخواید کلیک کردید، این پایین این تیکشو میزنید تا سیو بشه. الان این افیکس بغل هر افکت رو میبینید، اوپاسیتی یا هر افکت دیگه، اینو بزنید اون افکت دیده نمیشه، غیر فعال میشه. میبینید الان ویدیوی ما وقتی اصلاح رنگ میشه یه همچین چیزی میشه، یه خورده جذاب‌تر میشه. حالا این استرینگ چیه اینجا؟ درصد اونه، قدرت اونه. یعنی این افکت ها چند درصد تاثیر دارن؟ این پارامترایی که انداختیم 100% تاثیر دارن. بذاریم رو 0% که خب صفر دیگه، هیچ تأثیری نداره. مثلا بذاریم رو 70% انقدر میشه، بذاریم رو 100 این شکلی میشه. اگه ادیتای منو دیده باشید تو این ویدیو کامل قشنگ میتونید بفهمید. وایسا ببینم. اینجا روی بیت آهنگ اصلاح رنگ میخوره، ویدیو جذاب‌تر میشه. ببینید روی بیت آهنگ رنگ عوض میشه، جذاب‌تر میشه صحنه. ببینید ممکنه این اصلاح رنگی که ما واسه این صحنه کردیم خوشگل باشه، خوب باشه، تمیز باشه، ولی ممکنه واسه این یکی صحنه خوب نباشه. الان بذارید من اینجا کات بزنم، این افکت رو کپی میکنم، میام اینجا پیست میکنم. الان میبینید اینجا یه خورده نوراش زیاد شد. یا واسه صحنه قبل ممکنه اینجا واسه اینجا خوب باشه، واسه اینجا نورش زیاد باشه. سعی کنید اینو بالانس کنید دیگه. الان اینجا که نورش زیاد شد، حالا ما قدرتش رو میاریم میذاریم رو 70% که نوع رنگی که این صحنه داره با نوع رنگی که این صحنه داره یکی باشه، ولی دیگه خرابش نکنه. یعنی شما روی این یه افکت دیگه بندازی، روی این یه افکت دیگه بندازی، یه حالی میشه، یه طوری میشه. ولی خب میتونید استرینگش رو تغییر بدید که واسه اون صحنه هم خوب باشه. یه افکت دیگه هم هست واسه رنگ ویدیو، کالر بالانس HLS. اینو میندازید رو ویدیو تو. اینجا یه هیو داره، میبینید من هر چقدر زیادش میکنم رنگ ویدیوم انگار یه رقص نوری میزنه. حالا من یه خورده خودمون تر بگم، توی ویدیو یکی داره دلغک بازی در میاره. اوکی، اینجا میای تیکشو میزنی، میای چند فریم جلوتر، دوباره یکی فریم میدی، روی یکی فریم دوم اینو زیاد میکنی. میبینید من هر چقدر زیاد میکنم این یکی ایکس میشه 2x 3x 4x 5x. حالا این 5x چیه؟ این فرض کنید 4 تا رنگ داره، فرض میکنید رنگ 1 2 3 4 تموم شد، دوباره برمیگرده رنگ 1، رنگ 1 2 3 4 دوباره برمیگرده رنگ 1. این همونه که چند دور این رنگا رو بزنه. الان 3x 3 دور این رنگا رو میزنه، از این کی فریم تا این کی فریم 3 دور اون رنگایی که داره رو دور میزنه که سرعتش بیشتر میشه. حالا میذاریم فرضاً رو 1x رقص نور میزنه. هر چقدر دوراش زیاد کنید سریعتر رقص نور میزنه. میبینید هر چقدر کم باشه آرومتر. این هم از رقص نور. میرسیم به بخش آخر. الان من یه اوورلی بندازم. این یه اوورلی خیلی ساده است، خیلی ساده است. شما وقتی اوورلی انداختید واسه دانلود اوورلی هم بچه‌ها، من هر چیزی که میگم اوورلی یا پریست رنگی هر چی تو یوتیوب بگردید پره، از هر نوع هر چیزی که بخواید پره. یه سرچ ساده میزنی همه چی میاره واسه. مثلا من الان بزنم اوورلی فور ادیتس، هزار نوع اوورلی میاره، شما میتونید دانلود کنید. الان این اوورلی منه. این یه اوورلی ساده است، نور و رنگ و پنگ زیادی نداره. روش کلیک میکنم، میذارم رو حالت توی اوپاسیتی روی بلند مود رو حالت اسکرین و سیاهیش حذف میشه. اوکی، ممکنه شما یه اوورلی داشته باشید، میبینید نور طوریه، وقتی بذارید تو حالت اسکرین باز سیاهیش حذف میشه، ولی ممکنه دقیق چیزی که شما میخواید نباشه. شما اینو میذارید تو حالت نرمال که حالت دیفالتش باشه. میایید توی افکتا سرچ میکنید لوما کی رو بندازید، خودش سیاهی رو حذف میکنه اتومات. ولی اینجا یه چند تا گزینه داره، میتونید با کم و زیاد کردن اینا دقیقاً اوورلیتون رو طوری که میخواید بذارید باشه. الان میبینید حالت اسکرین حاله دورش رو دیگه نداشت. من مثلا میخوام میام میذارم رو لوما کی، هر مقدار که میخوام تنظیم میکنم به اون مقدار سیاهیای اوورلی من حذف بشه. این بهترین افکت واسه اینکه سیاهی اوورلی رو حذف کنید، لوما کی.
کار دیگه ای که میتونید بکنید چیه؟ کالر کیه؟ کالر کیو میندازید. اینجا یه قطره چکون داره. قطره چکون رو میزنید، میایید رو سیاهی کلیک میکنید، میبینید یه خورده بد شد. شما میتونید کالر تولرنسش رو زیاد و کم کنید درست بشه. حالا خب وقتی ما میتونیم از لوما کی استفاده کنیم انقدر خوب واسمون سیاهی رو حذف کنه و هر جوری که میخوایم تنظیم کنیم، چرا باید از کالر کی استفاده کنیم؟ جلوتر بهتون میگم چرا باید از کالر کی استفاده کنیم. بعضی جاهای خیلی خاص استفاده میشه. شما همون واسه حذف کردن اوورلی از لوما کی استفاده کنید. حالا جلوتر میگم کالر کی کجا استفاده میشه. الان من یه اوورلی قلب آوردم، اوکی، لوما کی رو میندازم روش. الان یه اوورلی ساده ایه، زیاد نور نداره. همینجوری بذارید رو حالت اسکرین حذف میشه. خب میبینید. ولی خب بهترین کار گفتم همون اینه که لوما کی بندازید. لوما کی حذف میشه. الان ویدیو ما گرین اسکرینه. حالا شما یه همچین چیزی از یوتیوب دانلود کردید. به یوتیوب سرچ کنید سابسکرایب گرین اسکرین، پره میاره از اینا. الان این پشتش سبزه دیگه، سیاه نیست. ما لوما کی بندازیم، ما میایم بنویسیم چی؟ اولترا کی رو میندازیم. میایم پایین این قطعه چک رو انتخاب میکنیم، رنگ سبز رو انتخاب میکنیم. ممکنه بعضی جاها تو بعضی از گرین اسکرینا بعد از اینکه رنگ سبز رو حذف کردید دور این آبجکتتون یه حاله سبزی باشه. این فلش گزینه اولو میزنید، این قسمت باز شه. توی ترانسپرنسی اینو یه خورده میبرید بالاتر. اگه زیاد ببرید بالاتر کلا شفافیت آبجکتتون کم میشه. یه خورده میارید بالاتر. اگه دور سوژه‌تون یه حاله سبزی مونده بود از پرده سبز اون حذف بشه. و میتونید اینجوری لایک و سابسکرایب روی ویدیوهاتون اضافه کنید. میگم باز توی یوتیوب سرچ کنید، من هر چیزی که میگم اگه نداشتید توی یوتیوب سرچ کنید، 1000 نوع مختلف میاره، میتونید دانلود کنید. حالا این لایک سابسکرایب باتم منه، خب که توی ویدیوهای جلوتر بهتون کامل یاد میدم چجوری درستش کنید. این الان لایک سابسکرایب باتم منه. من میتونم لوما کی بندازم روش، سیاهیش حذف بشه و کار درستی هم است. میبینید حالا توی این یه مورد استثنایی یه خورده میبینید انگار شفافیت ویدیوم کم شد. میتونم با کم و زیاد کردن این گزینه درستش کنم. خب اینکه شفافیتش کم شده بود اینو درست کنم. ممکنه بچه این الان اینجوری شد، شما هر افکتی انداختید دیدید مثل مال من نشد. الان دیدید من لوما کی انداختم سیاهی رو حذف کرد ولی یه خورده بد شده بود. پارامتراشو یه خورده کم و زیاد کنید، با پارامتراش ور برید، خب درست میشه. این الان میگید اوکی این خوبه دیگه، درسته دیگه، سیاهیش حذف شد. ما الان لایک سابسکرایبمون رو داریم. درسته ما لایک سابسکرایبمون رو داریم، ولی چیزی که من با کالر کی انجام میدم این الان لوما کی بود. الان ما سرچ میکنیم چی؟ کالر کی رو میندازیم، این قطعه چکون رو انتخاب میکنیم، رنگ سیاه رو انتخاب میکنیم. الانم باز سیاهی حذف شد، هیچ فرقی نداره با حالت قبل. ولی اگه من این اج فترش رو زیاد کنم، میبینید از دوره آبجکت من یه سایه خاصی میزنه. شفافیت و محویت اون قسمت هم یه خورده کم شده، یه سایه ای زده، یه حالت خیلی خوشگلتری به ویدیو میده. میبینید این الان حالتیه که با کالر کی موقعی که اج فترش رو زیاد کردیم میذارم، خیلی خوشگلتر میشه، دورش سایه خوشگلی میگیره و این حالت معمولیشه. میبینید چقدر فرق میکنه، چقدر خوشگلتر میشه. اینم جایی که از کالر کی استفاده میکنم، یه مورد استثنایی که من از کالر کی استفاده میکنم. و همین دیگه، این جلسه هم به سر رسید. علاقه به خونش نرسید دیگه. مثل همیشه امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظر یا سوالی داشتید تو کامنت بنویسید و اینستاگرامم میذارم، دوست داشتید فالو کنید دیگه. تا ویدیوی بعدی، فعلا.